دوستان عزیز در باغ اساسگذاری ادبیاتی معاصر تاجیک صدرالدین عینی حضور داریم. چقدر هوای تازه، هوای خوب. اینا بینید دوستان عزیز، با تازگی این توجه کنید. تشکر به باغداران که چنین تازگی را رعایت کرده برای مهمانان داخل و بیرون کشور پیشنهاد می‌نمایند. این مقبره صدرالدین عینی. اساسگذاری ادبیات فارسی تاجیک معاصر، مقبره او و در همینجا خفته است.